های گایز چطوری بچه ها؟ گنگستر هستم. خیلی خوش اومد به این ویدیو. تو داخل این ویدیو اومدیم بعد از فکر کنم یک پارت دو پارتونم فکر کنم بعد از این 3 پارت اسکری تایم اومدیم امروز آقا شل کنیم. اومدیم بریم با هم دیگه ویدیوهای ساتیسفایم ببینیم و به اونا از 1 تا 10 نمره بدیم و اینکه هر کدوم رو که از همه بیشتر دوست داشتید بهش نمره بدید و بزنید بریم سراغ این ویدیو. Let's go. چقدر آرامش بخش. داخل کامنت شما میتونید بهشون نمره بدید. تا حالا میدونستی؟ به نظرم 5 از 10 اینا واسه شما باشه. منم زیاد تو ویدیو حرف نمیزنم که شما بتونید صداشو گوش کنید. اینجوری که باید باشه نیست، اما به نظرم جالب‌تر قراره ویدیوی خفن‌تری داشته باشیم. چقدر شکلش باحاله. ما قبلا یه نظیر داشتیم مثلا این شکلی نبود کلا. تمام شد. چقدر قشنگ حس خوبی داره. اینو قشنگ من بهش 7 از 10 میدم. چه این خیلی دقت نه دقت نمیخواد دیگه، خودش تراز داره اما این یخها رو به شغل خوبیه. چقدر باحال. نه این به نظرم زیاد بریز و به پاش داره، این چیز نیست. نه اونجا تمیز از آب در نیاورده که مثلا واه چی کاره شاخ دیدی؟ اینا کار روزمره است، اما چون که مثلا با میکروفون تا ناموس داره صداش رو ضبط میکنه خیلی صداش آرامش میده. این اما جدی تو زندگی واقعی هم نه بچه ها ببین اینو باید چیکار کنیم. اینو باید اینجوری بگیرید. وایسا اینجوری بگیرید. モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。 چه باحاله. این تمیز در بود. Satisfaction, baby. بچه این اول ببین بعد یه چیزی بگم. قبل از اینکه اینو یه چیزی می‌خواستم بهتون بگم. モカちゃんが教えてくれた。 چرا نمیاد؟
وای بچه این خیلی ستیسفاینگه. ببین این ویدیو رو با هندزفری ببینید اگه در دسترستونه. این 8 از چقدر دقت داره. من نمیدونم چرا از این اسلایم این چرت و پرتو بدم میاد. شاید بچه های دیگه دوست داشته باشم ولی من کلا اصلا انگار بچه نیستم. ببینید وایسید حالا این یه ثانیه صبر کنید. یه چیزی بهتون بگم، من مثلا همه بچه‌های دیگه عاشق کوکو سیب زمینی، اما مثلا من کوکو سیب زمینی متنفرم. اینکه مثلا چیزایی که مثلا بچه‌ها خیلی دوست دارن، مثلا بچه‌ها مثلا بیشترشون ندیده باشید گوشت‌کوبیده رو مثلا میخورن اما آب گوشت رو زیاد دوست ندارن که مثلا داخلش تریت کنن. حالا من نمیدونم چرا گوشت‌کوبیده خیلی بدم میاد، بعد آب گوشت رو عاشقشم. یعنی مثلا یه ماه هم مثلا آب گوشت بخورم اصلا ازش سیر نمیشم، اما گوشت‌کوبیده رو یه وعده هم نمیتونم بخورم. نمیدونم چرا. حالا شما هم داخل کامنت ها نظرتون رو بنویسید. خدا گدای کامنت هم، یعنی اصلا نمیتونم 2 ثانیه نگم داخل کامنت ها بریم. آقا ننویس، فکر کن، بشین نگاه کن. چرا تموم نمیشه؟ مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره قبل از اینکه از این ویدیو برید بیرون حتما استیکر داخل کامنت ها بذارید و هر کدوم از این ویدیو رو که دوست داشتید داخل کامنت ها بنویسید و اینکه بهش از 1 تا 10 نمره بدید و اینکه تا ویدیوهای بعدی گودبای.